نصرتالله سعیدوف برادرزاده سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و اساسگذار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که روز 24 ینور بازداشت شد، روز 31 ینور به سزا در شهر باختر انتقال داده شده است. او تا حال در توقیفگاه قرار داشت. نزدیکانش میگویند تا حال درباره عیبنامه‌اش معلومات مشخص در دست ندارند، بجز اینکه نصرتالله سعیدوف گویا به دریافت مبلغ‌های پولی از خارج گمان بر می شود. این پول‌هایی است که خویشاوندان در خارج بوده توسط سعیدوف به خویش و تبار خود فرستادند، ولی بنا به خبرهای تصدیق نشده به ضد نصرتالله سعیدوف بر اساس ماده 307 قسم 2 با اتهام همکاری با سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون همچون جزا از 4 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش این اتهام را رد میکنند و میگویند این برادرزاده نوری هیچ ربطی به فعالیت‌های سیاسی نداشت و عضو یگان سازمان نیست و یک عمر در زادگاهش نویه وحش به دیقانی مشغول بود. گروهی از فرزندان و خویشاوندان سید عبدالله نوری که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند از شهردار برلین پایتخت آلمان برای برگزاری یک همایش اعتراضی در نزد بنای سفارت تاجیکستان اجازت گرفتند. این اعتراض قرار است روز 4 فوریه دایر شود. در اجازتنامه شهرداری آلمان که نسخه‌اش در دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز است، شماره احتمالی اعتراضگران از 50 تا 70 نفر گفته می شود. اهل خانواده نوری هفته گذشته نیز در یک همایش در دورتموند آلمان بازداشت نصرتالله سعیدوف را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان رها کردن او را خواسته بودند. نصرتالله سعیدوف نیمه دوم روز 24 ینور برای ریاست کارهای داخلی ولایت قتلان دعوت شده بازداشت شد. مقامات این خبر را تا حال شرح ندادند، ولی خانواده نوری به پایگاه خبری بامداد گفته بودند که نیمه دوم روز 24 ینور 5 نفر از خویش و تبار ما را از نویه بخش برای ریاست کارهای داخلی ولایت دعوت کردند. دیگران را بعد بازپرسی جواب دادند، ولی نصرتالله را بازداشت کردند. کسی سبب بازداشت او را شرح نمیدهد. نصرتالله سعیدوف پسر عطا سعیدوف برادر خرده سید عبدالله نوری در دهه نورآباد جماعت تاجیک‌آباد نویه وخش به سر میبرد و یک خواجگی دیقانی به نام استقلال 2001 دارد. نام او قبلا 4 سال پیش وقتی رسانه‌ای شد که روز 15 فوریه سال 2018 در باب اداره خواجگی دیقانیش 5 پرچم سیاه داعش را پیدا کردند. در پی این حادثه بنا به خبرها حدود 10 نفر ساکن این منطقه از جمله نصرتالله سعیدوف بازجویی شدند. خود او گفت بعد یک روز بازپرسی و معلوم شدن حقیقت اول آزاد شده است. کمیته امنیت ملی بعداً خبر داد که تحقیق این قضیه معلوم کرد که در آن نیز یگان سازمان تروریستی و یا افراطی مشاهده نمی شود، بلکه 2 برادر قربانعلی و طاهر پرتویفو که با وجود رشته خویش و تباریشان به نصرتالله سعیدوف خصومت شخصی داشتند، خواستند با این راه او را پس‌دعوا کنند. سید عبدالله نوری سالهای زیادی در سفخاز ترکمنستان نویه وخش زندگی کرده است و اکثر خویش و تبارش تا حال در همانجا به سر میبرند. نوری که از سال 1997 همچون رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سازشنامه صلح را با پرزیدنت امامعلی رحمان امضا کرد و تا سال 2001 رئیس کمیسیون آشتی ملی بود. سال 2006 در سن 59 از عالم چشم پوشید. فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان سال 2015 رسما منع گردیده. این حزب بر روی خط سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کرده شده است.